برنج. این بستنی خوشمزه رو خودم تو خونه درست کردم. ویدیو رو سیو کن تا بهت یاد بدم چطور درستش کنی. اول شکلات تخته‌ای، موز و یه مقدار شیر. آده نخور آقا. شکلات ها رو توی ظرف میریزیم و تو دمای غیر مستقیم ذوب میکنیم. به اندازه 2 لیوان توی ظرفمون شیر میریزیم. همونطور که میبینید از 2 لیوان بیشتر شد. حالا باید به روش‌های سنتی کمش کنیم. شکلات های ذوب شده رو داخل شیر میریزیم و خوب هم میزنیم. بعد اون 2 تا موز رو داخلش رنده میکنیم. بعدش رنده رو میدیم خواهر یا برادر کوچیک‌ترمون لیست بزنه تا حیف نشه. موادمون رو خوب هم میزنیم تا یه دست بشه. نکن بابا پیس بازی در نیار دیگه. بعدش میریزیمشون داخل قالب بستنی. شما اگه قالب بستنی نداشتید میتونید از لیوان یه بار مصرف استفاده کنید. حالا فریزر. 8 hours later. بابا داشت ممرزا که چیز بد بهتون یاد نمیده. دمتون گرم که این ویدیو رو تا آخر تماشا کردید. لایک فراموشتون نشه. این بستنی خوشمزه رو